دوستان و همراهان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. یکی از مهمترین مسائلی که همیشه در مورد عوارض جراحی چاقی پرسیده میشه در مورد ریزش موهایی هستش که اتفاق میفته. معمولا بعد از هر گونه کاهش وزن، چه در زمینه رژیم های غذایی سنگین باشه یا در مورد جراحی، معمولا ریشه های مو مدت کوتاهی ضعیف خواهند شد. این هم به این دلیل هستش که شوک ناشی از بیهوشی، شوک ناشی از جراحی و کمبود بعضی از ویتامین ها باعث این پدیده و ریزش مو خواهد شد. این روند کاملا موقتیه و برگشت میکنه و مثل یک باغی میمونه که به یک فصل زمستان میخوره، برگریزون میشه و دوباره رشد خواهد کرد. ولی برای رشد مجدد نیازه که ویتامین های گروه B که مثل نوروبیون، مثل بیوتین و بپانتین حتما استفاده بشه. آهن حتما به اندازه کافی مصرف بشه و مصرف پروتئین ها. اینها مواردی هستش که باید حتما رعایت بشه و کامل استفاده بشه تا کمک بکنه به رویش مجدد موها و جلوگیری از ریزش مو. بنابراین ریزش موها معمولا موقتی هستش و هیچ گونه نگرانی در این مورد وجود نخواهد داشت.